صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4. سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. تیریدات یک سیاست پایدار نمودن استقلالیت را وسعت داده حدودهای باقی مانده گیرکنیه را به دولت پارت همراه می نماید. محض در دوره تیریدات یک تأسیس دولت ملی پارت ها آغاز یافته در اداره کنی امور دولتداری مجلس مشورتی بنیاد یافت که شاهزادگان و سروران 7 خاندان به آن منصوب بوده در انتخاب پادشاه و حل مسئله های مهمترین مملکت مشورت می آراستند. در عین حال روحانیان درجه اول و دانشمندان نیز جلسه می آراستند که با نام موغستان مشهور بوده صلاحیت نظام موجوده و درستی راه و روش پیش گرفته را مصلحت می دادند. دولت پارت از حیث تشکیلات سیاسی نمونه صحیح تشکیلات آریانی بوده. اسارت سکایی در پارتی ها به هیچ وجه آنها را از ترتیبات آریایی منحرف نکرده بود، زیرا خود سکایی ها هم آریانی بودند. ناگفته نماند که پادشاهان امپری مقتدر سلجوکیان از پدید آمدن دولت صاحب استقلال پارت و دولت یونانی اساس باختر به تشویش افتاده خطر مستقلیت آنها را به خوبی احساس می‌کردند و در لحظه های مناسب می‌کوشیدند که حدودهای شرقی از دست رفته را دوباره مطیع نمایند. سلجوکی دو بعد جنگ و جدال ها موقعش را در حدودهای غربی امپریا استوار نموده برای شکست دادن دولت پارت و برگردانیدن ولایت های شرقی آن لشکر میکشد. در آغاز لشکرکشی سلجوکیان بعضی ناحیه ها را ضبط نموده باشند هم دیرتر قبیله های کجمنچی سکایی های اپاسیک با کمک پارت ها رسیده دشمن را شکست میدهند. ولی مبارزه سلجوکیان برای استوار نمودن موقع خود و بازگردانیدن ملک های از دست رفته در دوره پادشاهی انتیوخی III از نو اوج میگیرد. از روی روایت یوستین انتیوخی II سال 209 پیش از میلاد در دوره حکمرانی شاه پارت ارطبان یک که سالهای حکمرانی او به سال 211 و 191 پیش از میلاد راست می آید با 100,000 جنگاور پیادهگرد و 20,000 سرباز سواره به مرزهای سرزمین پارت حمله می آورد. لشکر پارت از حمله شدید دشمن عقب نشینی کرده در سر راه چاه‌ها را ویران می کنند، منبع‌های آب نوشاکی را می خشکانند. انتیوخی III با وجود تلفات گران پایتخت پارت گککتامپل را ضبط می نماید و سوی گیرکنیا لشکر می کشد. در نتیجه معاهده صلح که میان انتیوخی III و ارطبان یک بسته می شود پادشاهان پارت و سلجوکیان سر اطاعت فرود آورده وصایت آنها را اعتراف می نمایند. در دوره پادشاهی ارطبان یک و وارثان او استقلالیت دولت پارت رو به کاهش آورده با نام پادشاهان اشکانی سکه زدن پول قریب صورت نمی گرفت. دوره پادشاهی میتریدات یک یکی از درخشانترین زمان دولتداری اشکانیان به شمار می رود. در حجت‌های بابلی عهد قدیم میتریدات با عنوان شاهنشاه ذکر شده است که عادتاً این عنوان را نسبت به وارثان سلاله هخامنشی به کار می بردند. همچنین سالنامه‌نویسان باستان خدمت‌های بی‌نظیر میتریدات را در افزودن اقتدار دولت پارت به نوبت گرفته مقام و مرتبه او را با مقام و مرتبه دارا یک برابر کرده او را داریاوش سلاله اشکانیان می دانند. واقعا در عهد دولتداری میتریدات یک شهرت جهانی امپری پارت افزوده اقتدار دولت سلجوکیان می کاهد. محض میتریدات یک که ابیره تریدات یک و نبیره ارطبان یک و اقربای ارشک بود به دولت پارت اترپاتینا یعنی آذربایجان، گندازیا، مر، درنگیانا یا خود سیستان و آریا را یعنی ولایت های هرات را همراه می نماید. میتریدات یک همچنین حدودهای ایران غربی، ماد،
فارس و بین نهرین را زیر تصرف خود درآورده سال 142 تا میلاد بابلستان و کناره‌های دجله را ضبط نمود. در نتیجه دولت بزرگ پارت پدید آمده پایتخت نوی آن به ктесифон یا خود تیسفون کوچانیده شد. ктесифон در ساحل دریای دجله واقع بوده به یکی از زیباترین شهرهای شرق نزدیک و قرارگاه پادشاهان پارت تبدیل یافت. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.